سفارت امریکا روز 19 نوامبر به قشون‌های سرحدی تاجیکستان برای مساعدت به امنیت سرحدی این کشور 18 ماشین سبکرو جیپ تقدیم نمود. ماشین‌های سبکرو با ارزش عمومی 1.3 میلیون دلار به مرزبانان تاجیک امکان می‌دهد که در شرایط وزنین ریلیف منطقه‌های سرحدی عملیات گذرانند. گفته می‌شود در اطلاعیه سفارت امریکا گفت که کشورش سال 2022 برای تحکیم بخش امنیت تاجیکستان حدود 60 میلیون دلار کمک دیگر جدا می‌کند. در مراسم سپردن ماشین‌های سبکرو سفیر ایالات متحده آمریکا جان مارک پامیرشایم و گنرال پالکوونیک رجب علی رحمان علی فرمانده قشون‌های سرحدی تاجیکستان شرکت نمودند. سفیر پامیرشایم ضمن سخنرانی در مراسم قید نمود که این کمک بشردوستانه یکی از مثال‌های دستگیری است که ما به تاجیکستان برای تامین امنیت مرزها می‌رسانیم. ما از تاجیکستان برای همکاری زیج در ساحه امنیت سرحدها منت داریم و از دستاوردهای مشترک خود افتخار می‌کنیم. ما در مبارزه با ضد تروریسم، اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و پنجشنبه صدای هسته‌ای شریک هستیم. به خاطر اثبات نمودن همکاری خود ما نقشه داریم در سال آینده به بخش امنیت تاجیکستان حدود 60 میلیون دلار سرمایه گذاری کنیم. بنا به اطلاع سفارت در سال 1992 این جانب ایالات متحده آمریکا به بخش امنیت تاجیکستان بیش از 330 میلیون دلار کمک کرده است. این کمک آموزش، تجهیزات و انفراستراکچور را در بر میگیرد. در چارچوب کمک به ارتش تاجیکستان 378 عدد ماشین سبکرو با ارزش عمومی 11.9 میلیون دلار دسترس گردیدند. ما اینچنین زیاده از 10,000 نفر سرباز و افسران نمایندگان ساختارهای قدرتی را در سمت تاکتیکای ثمرناک مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر آموزانیدیم. در چارچوب کمک‌های مذکور 13 پاسگاه سرحدی، 9 گذرگاه، 2 اتریاد سرحدی و 3 مرکز آموزشی سرحدبانان ساخته یا برقرار کرده شدند. تنها سال گذشته کمک حربی و تکنیکی ایالات متحده آمریکا زیاده از 10 میلیون دلار را تشکیل داده و این عمل ایالات متحده آمریکا را به دونور اساسی در این ساحه تبدیل داد. علاوه بر این یک ماه پیش 20 ماشین سبکرو به وزارت مدافع تاجیکستان تقدیم شد. افزوده است بخش مطبوعات سفارت آمریکا. ایالات متحده در طول 30 سال برای دستگیری برنامه‌های امنیتی، رشد و کمک نظامی، رشد اقتصادی، تندرستی، جامعه شهروندی و معارف تاجیکستان در عموم 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است.